السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی فروغ اندیشه از تلویزیون سیمای شهر پنجکین منظور شما می شود. همصحبت ما یکی از چهره های شناخته ادبیات معاصر تاجیک، نویسنده ای که واقعا توانست اثرهایش به دهها زبانهای جهان به انتشار رسد و همزمان او جایزه‌دار 7 نامینه بین المللی از جمله قلم طلایی می باشد که کم هستند چنین ادیبانی که به دریافت چنین جایزه ها شرفیاب شدند. نام عبدالرافع ربیع‌زاده شیرک اوریان کیهاست در سراسر کشور و خارج از آن مشهور و معروف است، زیرا به شرافت اثرهایی که او برای خوانندگان پیشنهاد کرد مردم او را خوب میشناسند و امروز ما در این برنامه با چند سوال به استاد عبدالرافع ربیع‌زاده شیرک اوریان مراجعت میکنیم. نخست استاد ارجمند، شما را به شهر باستانی پنجکین به زادگاهتان خیر مقدم میگویم. واقعا مردم پنجکین از شما و دهها اهل ادب و علم و فرهنگ تاجیکستان افتخار دارند. نخست میگویید که مقصد سفر شما به شهر باستانی پنجکین این نوبت از چی عبارت است؟ تشکر. چون این وطنی بچگی و نورسی و جوانی و بعد میام سالم اینجا، من چند سال رئیس سیدفان احسانگان وادی زرافشان بودم. هست این سرچشمه است که هر گاه اومدم از آب زلالش نوش کردن لازم بود. بله. ولی این دفعه آمدن ما با یک فیلم سندی فلسفی مربوط است که نامش چشمه ها و شرشره ها. چشمه ها و شرشره های تاجیکستان که این فیلم در این فیلم من جبلی پیروف هم رئیسیار و هم مؤلف فیلمنامه هستیم. همراه او ما فیلم وقتی بالای شهر باران میریخت، افسانه زندگی، فیلم های بسیاری سندی و مانند دیار بالخوان و چکامه درخت مانند اینها رو کرده بودیم. این کاری من بعده ما است. و چرا چشمه ها و چشمه ها و شرشره ها انتخاب شدن؟ اصلا بیشتر معروف است پیرخ ها و دریاها، ولی تاجیکستان باز منبع دیگری هم دارد، آب ها. مثلا در کتاب های قدیم اومدن که زرافشان اهش فقط یک قسمش روی در ساحل دریا میاد، 7 قسمش با زمین فرو میره. زیر زمین. با کدام سم میرود معلوم نیست، برای که سمت های زیر زمینی دیگر هم ممکن این سم میره اون سم میره. و بار چیز دیگری هست که از دل کوه ها از دل زمین میرود، این چشمه است. چشمه همچون چشم زمین است که از اونجا آبهای زلال بیرون می آید و تاجیکستان با چشمه های زیادش معروف است. مثلا حتی 7 کول ما از 1000 چشمه سر میشه، یعنی 1000 چشمه به هم آمده است و کول اول تشکیل کرده. از همه کول های من بعده از آبی همین غذا میکنند، همونجا میرن. و 44 چشمه هست. مثلا گذر ایشون با 101 چشمه بود. برای چی خلیفه حسن اینجا انتخاب کردن؟ 100 سال همینجا زندگی کردن، 163 سال عمر دیدن. یعنی آب اینجا هم آبای دیگر فرق میکنه و آبی حتی از بخارا و سمرقند از دیگر جا می اومدن که از آب اینجا 7 کف نوش کنن، عمرشون عمر می شود. خلاص همین آبهای چشمه ها و آبهای دریا و هم می آمیزن، به هم می آین و شرشره ها رو. یعنی این فیلم شما فراگیری تمامی چشمه شرشره های تاجیکستان می شود؟ بله، ما از خودی گرم چشمه، چشمه جلندی، چشمه زهرا و فاطمه از بدخشان، از بلجوان شرشره های اونجا رو گرفتیم،
و هر جایی که یک چشمه بود یک شرشره بود اگر او منظر زیباتری داشت همش رو ثبت کردیم و این فیلم با یونسکو پیشنهاد می شود که تو دانند که ما غیر اون چیزی که داریم با ذخیره بزرگی داریم که اونها نه تنها آب هستند اونها شفا بخش هستند مثل گرد چشمه مثلا مثلا بسیار کراتوی ما خواجه آب گرم همه از چشمه ها سرچشمه گرفتن. استاد عبدالرحمن رمیزاده همین فیلمنامه شما با تشبس های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان در سطح جهان که بیشتر درباره آب امروز مورد عمل قرار گرفته است از جمله سالهای 2018 2027 سالهای 10 ساله بین المللی عملیات برای رشد استوار است یک ارتباط هم دارد. بله چون که همین تشبس های جناب بیالی وابسته آب بود و پیرخو هم ادامه همون است یعنی پیرخو جایی که آب حاصل میشد و این چشمه و شرشره هم ادامه همون تشبس است من برام شد به تشکیلات های بین‌المللی پیشکش کردم. خب من در این جوده در تکیه این فیلمی که واقعا انعکاسگری امکانات های بزرگ ذخیره های آبی تاجیکستان است به شما و به همه تهیه‌گران این فیلم کامیابی ها آرزو میکنم. امروز در بالای این میز ما چندین کتاب های شما اینجا گذاشته شده است. یک کتابی که شما اینجا با ما هدیه کردید قصه و حکایه ها که به 43 زبان عالم ترجمه و نشر شدند. در این کتاب کدام قصه و حکایه ها رو شما جای دادید؟ این کتاب قسم یکمش است. بله. از دو قسم عبارت است. مرتب شما نیستم و سرپرست شما نیستم. سرپرست این کتاب پروکورور ورزیده جمهور مقصود مرتضی هستند و با تشبس اون کس این کتاب چاپ شد که دونن که مردم ما حتی اثرهایی دارد که به خارجی ترجمه میشه. من اصلا پیرو عینی هستم عینی رو بسیار خوب میبینم. اون کس 22 زبان ترجمه نشده بودم. بعد اون کس این کار رو جزء دوام داد و 16 زبان ترجمه شد و بالا اول در تاجیکستان اثرهای با وجود نموندن که 43 زبان ترجمه نشدن. من به زبان‌های انگلیسی، اسپانی، عربی، خطایی، ژاپنی یعنی توسط این ترجمه ها ادبیات معاصر تاجیک برای جهانیان معرفی می شود. بله هر یک چیزی که ترجمه میشه یا کتاب میشه اون البته خانه یک کسی وارد میشه یک تاجیک به اون خانه وارد میشه نه وابسته که من نستم شماست یک کسی دیگر است. یعنی معرفیگری اون ملتی است که در دنیا مثل 1001 شب سیمبودی دریاگرد و صدها اثرهای جهانی آفریده گردید. استاد یک کتاب خیلی مشهور شماست اینجا من دیدم میباشید شهر مقدس. بله بله. این کتاب واقعا درباره پنجکند است. درباره عرف و عادت ها سرنوشت محله ها مردم پنجکند. همین کتاب رو مردم بسیار دوست می‌دارند. آیا این کتاب باز در آینده به نشر میرسد؟ تشکر. اصلا با گفته شما هم خیلی تشریح دادنی هستم که من یگانه ادیب تاجیک هستم که درباره پنجکند 16 کتاب چاپ کردم. ولی کتاب ولی عثمان سجده برد درباره مدرسه ها و مکتب های قدیمی تاجیک و مدارس ولی زبان درست گفت پنج یعنی آیات های پنجکند گیمنی پنجکند. بله. گیمنی پنجکند. من اینجا کتابی گراسکوی کون هست و سکازانی استرم گورده و این تیگرین اوشیلا اینا که در مسکو قسمتشون چاپ شدن یعنی در مسکو هم چاپ شدن درباره پنجکند نفوذ پنجکند است نفوذ وطن ما است. مثل همین در این کتابی که تازه معرفی کردیم دو قسم اولش در اینجا بسیار اثرها هستن که جهان ترجمه شدن درباره دیواشچیچ درباره رسم‌های زمانی سابقه پنجکند قدیمه و مانند اینو درباره دادخواه در اینجا اثری هست که ترجمه شد. یعنی این موضوع اثری شما ادامه داده می شود؟ بله. خصوصا درباره یک دختری مادرش سرعزمی بود
سپیتامون خانگی کارگی با دختری روید که او بعد زوال اسکندر امپرای اسکندر مقدونی دولتی یونان بختر را کردن اپاما نام داشت و اون سلفکی روبری همین دولت بود در همون وقت امپرای یونان بختری در سور امروزه یک شهر ساخت اون شهر نامش اپاما بود نام یک پنجکتی نام یک دختری پنجکتی که در همونجا 7 شهر ساخت نه شهر آخرینش به نام اویلش بود این کتاب فرقیتش همین است که در اون کتاب‌های دیگر البته کتاب‌های آرکئولوژی بودن بسیار بودن مثل بیلینسکی یاکوبوفسکی مارشاک استاد بسیار زندایات ایساقوف عبدالله جان بسیار کارو کردن کارو آرکئولوژی تاریخی بود لیکن هم آرکئولوژی تاریخی و خصوصا عرف و عادت‌ها و گذرها پنجکین اچان قسمت عبارت بود قبرستان‌های پنجکین برامش این کتاب خیلی یعنی نقش ایلوگی اون با نقش گرفته شده است نقش ایلوگی اون مثلا نقش اولش چند کتاب اینجا است من خودم سرپرست شدم البته اگر در این دیار یگان جوان مرد پیدا شد که برای دیار خدمت کند مثلا من ممکن 15-20 سال خدمت کنم مثلا مبلغ امین چیز اگه بشود ما میتونیم که یعنی این نقش کتاب با مبلغ وابسته است با مبلغ وابسته هر کتابی که هست با مبلغ وابسته است تشکر استاد صحبت ما در کتابخانه مرکزی شهر پنجکین رمضان برگزار شده است زیرا وقتی که ما ادیب میگوییم نویسنده میگوییم شاعری میگوییم پیش چشم کتاب میآید من از روی اطلاع سرور این کتابخانه شما با یک گروه خوانندگان این کتابخانه یک صحبتی عارفانه انجام دادید از نگاه شما امروز مردم ما با کتاب روی آوردن یا توسط واسطه‌های الکترونی مردم نسبت به کتابخانه اونقدر میل ندارند همین سبب‌ها رو کمی شرح میدادید وقتی که درباره یونان قدیم می‌نویسم از یونان هیچی نمونده غیر چند ستون و از یونان فقط کتاب‌ها مونده یعنی یک دولت بزرگ که نشد کتاب‌ها مونده و دوره رودکی گیریم هزارها میلیون‌ها کس می‌نوشتن چند ورق رودکی همه چیز برباد رفت چند ورقی که گردش یک مخابشه دارد تا امروز رسید یعنی کتاب همیشه بود وجود دارد و حاشیه خود رو ادامه میدهد و حتی همین شیما تلویزیون و سب هر چی که اینترنت هست همیشه در اساس کتاب ها وجود بوده یعنی که مردم از کتاب بهره برداشتن خلاصه کردن یعنی لذت خواندن کتاب دیگر است بله من برامش خیلی شاد شدم که با سروری رابری کتابخانه مرکزی شهر پنجکین یک مخزنی مرتب زیبا دلنشین کارگراش همش مخیرت مثل رابرش عاقله فاضله و کامله کتاب دوست اونا میتونستن جای دیگر وای کنند خدمت کنند و مبلغی به دست بیارن لیکن هستشون برای کتاب و کتاب زیرا میدونن که هرچند که یک کاغذ است و ورق است این برای 1000 ساله هست این هر یک کتاب یک نامه است برای آینده استاد با ابتکار بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 4 سپتامبر در جمهوری تاجیکستان روز کتاب است چه اندیشه ها دارید بله وقتی که خود جناب اولی که جهان گشتن جهان میشناسند رو با کتاب میارن روز کتاب اعلام میکنن فروغ شد بدون اعلام میکنن بله اون کس خوب درک میکنن میدونن که به کتاب ما پیش رفتن میتونیم بخونیش پیش رفتن حتی آدمی که کتاب خون است فطرتش دیگر گفتارش دیگر صحبتش دیگر او تاثیرش به محیط میرسد بله تاثیرش به فرزندان میرسد به اوله میرسد یعنی کتاب هرچند که قلم و کاغذ است این پایه های مستحکم از سنگ و بتون مستحکم تر است که بالای و آینده ساخته میشه استاد درباره آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است همین آزمون با کتابخانه نسل ها تاثیر کلان گذاشت
بله گمان کنم خیلی تاثیر نظر رسون برای اینکه آزمون است او طلب میکنه دانش بله دانش از کجا میگه از کتاب کتاب میگیرد و مردم خیلی کتابخوان شدن نه تنها اون بچه‌ای که اشتراک میکنن پدرشون دیگر، مادرشون مکتبشون یا همسینفشون یعنی همکورسشون تحولات بود همین. بله همکورسشون همسینفشون میبیند که او خونده داناتر و معروفتر و شده است مردم اطراف میشناسند اونا میل و هوس و محبتشون به کتاب افزون میشه باز یک اقدام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آن است که آن کس چند سال مقدم کتاب تاجیکان را به مردم رایگان تقدیم کردند و سال روان با پیشنهاد پیشوای ملت در جمهوری تاجیکستان تقسیمات 2 جلد کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ادامه دارد. چه اندیشه ها دارید؟ این اقدام واقعا برای بلند برداشتن معرفت اهل جامعه مساعدت میکند. بله جناب عالی بسیار کتاب ها رو با مبلغ خود حکومت با ملک خودشون کردن از قرآن شروع کرده تا تاجیکان و امروز شاهنامه لیکن یک چیز است که بارها اون کس هم دیگر را تحقیق کردن و کتاب فقط برای درون خانه گشته ماندن نیست اگر یک کتاب مقدسی که شما هر وقت نخونید نکشید چون جمله نکنید او از ثوابش او بالش بیشتر میرسد و مثل همینم تاجیکان برای گفتگو رفت نیست و خواندن نکن و خودشناسی است یعنی ما کی بودیم چی بودیم چرا در عالم پرتضاد ما موندیم چرا فرهنگ بزرگ آفریده توانستیم کجا کمبودیامون بود کجا سوسیون بود کجا قدرت توانی هامون بود همین در همون کتاب هست شاهنامه هم ادامه همون است شاهنامه گوینده اون است که ما 6000 سال پیشتر امپیر خود داشتیم مثل امپیر پیش رو دادیم 2000 سال زیادتر ادامه داشت یک امپیر ما 11 تا امپیر ساختیم مردم فارس نژاد در اساس چی در اساس خردمون جسارتمون عقلمون دانشمون و سپاهیمون سیاستمدارمون در دنیا یگان ملت نیست که اقلا 2 بار 3 بار امپیر ساخته باشه این ملت 11 بار امپیر ساخت یعنی که اون کتابو گوینده همین است که مثلا شاهنامه همین تاریخی شاهنشاهای ما پیش دادای ما پیش روهای ما خصوصا قهرمانای ما از کیانوش تا رستم و تا سیاوش و دیگران گوینده است و بزرگترین اثر حماسوی جهان شناخته میشد وقتی که ما بزرگترین اثر حماسوی جهان میخوانیم ما نخوانیم این ای بسر بوده استاد در خاتمه برنامه به بیننده ها چه آرزوی تمنا دارید؟ البته که گپ درباره کتاب و درباره تاریخ را گفتنی هستم که در دنیا شهرهای خیلی کم هستند که 1000 سال 500 سال عمر دیده باشن پنجکند در این کتاب من اثبات کردم که شهر مقدس است حتی شاهین که او پدرش از جنوب داره یک ناحیه است منو شمسین شاهین بله شمسین شاهین وقتی که بخارای سمرقند آن طرف دریا میآید پنجکند نگاه میکند میگه که پنجکند پنجه و کش خداوندی است از این طرف سمرقند این طرف دیگه اینجا سایه‌ای که میان سایه مثلا چی میگن سایه آنون آخری شهر سایه مصرع و سایه‌های دیگر و کفش خود پنجکند الان خیلی جاگیر شده که وقتی که در یک جمعه یک سنگک میبینید شاید میاد او از آن حضرت علی میگه هرچند که حضرت علی هرگز اینجا نامدن از خود نیم جزیره عرب بیرون نرفتن اون بار وقتی که وای مقدس است چرا کف خداوند پنجه خداوند مقدس نباشه مقدس تر است و برای همین است که این شهر مثلا زنده مون هرچند که بارها جاش دیگه کرد سر از مو پنجه قدیمه و دیگه چوی که پیدا میشه و شهر امروزه یعنی که شما که در شهر مقدس زندگی میکنید باید
انسان‌های مقدس باشید، یعنی که انسان‌های تلاشگر، انسان‌های مغز سر استفاده می‌بودگی، تشبثکار، وطن پرور. فقط گردی دسترخوان و درباره وطن پروری و شهر و دهداری گپ زدن کم است. یک کاری انجام دادن کار، یک کار انجام دادن. مثلا همه خدمت عسکر هم این افتخاری وطنداری است. بله بله، برای وطن چی خدمت کردن؟ از ما در این دیار قدیمه که از ما مون سر از دیگران مونشه، اما چی میمونه؟ بله. فقط اپاش آبادکاری بودن کار، نه تنها خانه در خود آباد کردن، کاری مقدس است. این هم کاری مقدس در شهر مقدس. لیکن با فکر کردن که چی کارهای دیگری انجام دادن ممکن است که مثلا چه گفتیم یک شهر عظیم که این کتاب پس هم گفتم میگردن میتوند که مثلا یک کسی پیدا شود که یک کتاب وای کنه، هم نامش برای چی مونه؟ برای 100 ساله ها، 1000 ساله ها مونه. چقدر که کتابای رودکی رو وزیرا یا دولتدارای سابق چاپ میکنن، همه دولتدارا دیگر رفتن، نه که با واسطه کتاب رودکی نام اونها هم برای امروزیان رسید. استاد ارجمند، من برای شما تشکر میکنم که در این برنامه فروغ اندیشه شرکت ورزیدید. اندیشه های خویش را برای ما، برای بیننده ها پیشنهاد کردید. به شما تنی صحت، کامیابی های ایجادی آرزو میکنم. بیننده های عزیز ارجمند، در همینجا برنامه نوبتی فروغ اندیشه به پایان میرسد. همصحبت ما بودند عبدالرافع ربیع‌زاده، یکی از نویسنده ها، فیلمبرداران معاصر تاجیک که ما در این جاده به این شخصیت شناخته کامیابی ها آرزو میکنیم و تا برنامه های آینده سلامت و موفق باشید.